حسن شاه خاموش از اصفهان ایران عزم سفر میکنه از غیب به گوش او آواز میاد که یا حضرت به جای میرسی که اونجا مکانی تر مکان خودش چه میگه که اینجا مکانی تر وقتی که حضرت میاد خیر با افغانستان سیادی فوق‌العاده چورسوی ممنوع نمی شودی که مو حضرت خجلی شاه ولی را پیشواز میگیره وقتی که میوه انا همینجا یک همین واسه یک جای شودی با هوا همینجا میان بسیار جای با هوا که هست او را خشش میایم بود هوا و همین سازگاری و همین جو میگه که همینجا ما یک مقصد دم میگیریم یک تعطیل میکنیم و بعد سفرمون ادامه میکنیم وقتی که مثلا دم میگیرن در کد نماز میخونه حضرت یک خواب میجقه وقتی یک چرم خواب میکنه بیدار میشوه که وقتی که اساس زاگی بود انا میگه چناری بود که سوخت رفت همین اسوی همین بلو دا این تپک میتوه کنه همین چنار اسوی میسری اصلا شاه خاموش بود وقتی که میخیزه میبینه که همین چنار پمچک هست همین اساس پمچک هست اسوی قاقی هم حضرت پمچک هست میگه که او با علکه این جوی مکانی مو همین جبده از اومدن میسری اصلا شاه خاموش این دره 500 خوجگی زیاد زندگی میکرد درای ترکون داشت وقتی که حضرت شاه خاموش میوه همین حدیثا در او میگفتم میخیده که این سال همین اساس چنارش کیسه کمچه کیسه بعد از اومدن حضرت شاه خاموش درای ترکو برهم میخوره و لنگرش که میپرتن نومی لنگر میگیره بعد میگه که خوش منزلی با صفاست اینجا دردی همه را دواست اینجا ما که از کوچکانی پیریم گویا نظر خداست اینجا بعد همینجا را مکان میکنه همینجا را مقصد مسجد بینو میشوه مقصدش در اوجا همینجا را مکانی همین سید حسن شاه خاموش میشوه